سلامی همچون گرمای آفتاب خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به اخبار مونتن بلید. امروز خدمت شما هستیم با گزارش یکی از خبرنگارای خوبمون. میریم ارتباطمون با ایشون برقرار شده و گزارش ایشون رو ببینیم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز، من محمدم و امروز اومدم براتون یک گزارش جذاب و دیدنی رو خدمتون ارائه بدم. یکی از شهروندان عزیز با برنامه در شهر ما تماس گرفته بود و سوالی رو پرسیده بودن. ایشون سوال پرسیده بودن که چجوری سربازا رو آموزش بدیم و مربی براشون بگیریم، که ما خواستیم به این سوال مهم پاسخ بدیم. پس با ما همراه باشید. آیا از کچلی خود رنج میبرید؟ نه، تویی که هنوز ساب نکردی ساب کن. خب بچه ها ببینید، توی اینطور رو همونطوری که گفتیم میخوایم ببینیم آقا ترینر چجوری بگیریم، اصلا به درد میخوره مربی داره بازی نداره بازی بشه صورته. توی بازی ما یه سری همینجور که دارید میبینید یه سری ترینر کمپ داریم، کمپ های آموزشی داریم. این کمپ های آموزشی برخلاف چیزی که فکر میکنید نیروها رو آموزش نمیده، بلکه ما رو هم داره آموزش میده و آموزش ما وقتی آموزش میبینیم توش بنا به اون مهارتایی که داره XP و لول و اینام تا حدودی یک مقدار شیر میکنه به نیروهامون. ولی ما خودمون یه اسکیلی داریم به نام ترینر. این اسکیل یه اسکیلیه که خیلی عجیبه، خیلی من این اسکیل رو دوستش دارم. همونجور که دارید میبینید نوشته آقا شما وقتی که وای میسید اگر ترینر داشته باشید نیروهاتون XP میگیرن و لول آپ میشن. این یه ویژگی مهم داره این XP گرفتنشون. شما عددهایی که زیرش میبینید زده 0 4 10 16 23 30 38 تا 80، یعنی نهایت لولی که میتونید برای ترینر بگیرید 80 که معمولا شما تو کل بازی از لول یک هم شروع بکنید تا لول 25 هم برسی، نهایتش 25 تا اسکیل گرفتی که اگه هر 25 تا رو همه اسکیلاتون رو روی ترینر هم بذارید و زده پرسونال اسکیل، یعنی اسکیل فردیه، روی بقیه کار نمیکنه، فقط رو خود شماست، یعنی شما این اسکیل رو فقط باید داشته باشید، مثل دویدنتون رو زمین تو میدون نبرد. ترینر هم همینه. شما اگه ترینر 1 یا 2 داشته باشید به دردتون نمیخوره. ترینرتون یا 0 باید باشه یا 4 باید باشه یا 10 باید باشه که بنا به اون موقعی که نیروهایی که دارید بنا به عدد این XP میگیرن و رشد میکنن. آیا ترینر بودن خوبه؟ ببینید برمیگرده به سبک بازیتون. اگر سبک بازیتون جوریه که شما هیچ لول دیگه رو نمیخواید، فقط میخواید رو نیروهاتون مانور بدید، نیروهای لول بالا داشته باشید، کل تمرکزتون رو بزنید رو ترینر. ولی اگر نه میخواید نیروهاتون تو نبردها لول آپ بشن و اینها، مثل اون روشایی که تو 5 تا نکته بهتون گفتم، اگر اون شکلی میخواد سراغ ترینر نرید. ترینر یه چیزیه که اگر مثلا شما تا لول 4 برسونید کاربردی براتون جز اسکیل حروم کردن. پس در جواب میتونیم بگیم ترینر اسکیلیه که زیاد کارایی رو به رد بخوری برای ما نداره، پس زیاد سمتش نرید و اون اتریبیوت رو چیزای دیگه میتونید سرمایه گذاری کنید. خب من گزارش رو واگذار میکنم به همکارمون تا دیدار دیگه. خدا نگهدار همتون.